بیاین با من آشپزی کنیم به عنوان کسی که حتی تخم مرغ هم بلد نیست درست کنه. امشب قراره که سوشی درست کنم و برای اینکه مراحل واسه خودم سخت‌تر کنم حتی قرار نیستش که توی گوگل سرچ کنم و فقط با دانش‌های خودم که هیچ دانشی ندارم قراره سوشی بپزم. نمک، روغن، حس میکنم مثل نصرتم، بهتر از نصرتم حتی. واسه یه دونه سوشیه ما اینقدر برنج نداریم. برنجم هم شفته شد. چند تا خیار میذاریم به جایگزینی از آووکادو. لحظه مرگ و زندگی. راستشو بخوام بگم بد نشده ولی طعم سوشی اصلا نمیده. یه ویدیوی دیگه